میآید پسرم. مامان چی؟ توبه پسرم میآید پسرم یوسفم پسرم یوسفم پسرم 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 میآید پسرم. مبارک باشه داشته خاله. آیشه خانم پسرم میآید. مبارک شود مبارک شود. بچه‌ام رو نمیفرستم. بچه‌ام رو به خراجانی ها نمیفروشم. گم شو از راهم. سلیمان التماس. گم شو از التجا راهم میکنم سلیمان. سلیمان بچه‌م علی علی. علی اکا مکتوب آوردم. سلامت باش. مرحمت. نقمونه. پسرم میآید پسرم. خلیل بابا دادا کم بوزیستا. با تو گفتنی های دارم. خبر آمد جنگل بانان به تفتیش میبرند. بچه ها را بگو که درخت پرخ نبرند. یگان کس دیدنشان ممکن. تمام پدر فهمیدم. به من نگر درخت بری نیست گفته بیکار نشینند. ولا چوب ها را جمع کردن لازم. گفته هایتان را میکنیم پدر. من به سلیمان کار دارم. بعد به انبار میایم. مایلش پدر. بیا دخترم این رو گیر. سلام علیکم. آمدی سلیمان. سلام علیکم. علیکم و سلام. خیر سلیمان قرار را دادی اکنون؟ بله. علی از شماست. آفرین. قراری خوب دادی سلیمان. شرطنامه را در قهوه خانه حل میکنیم. کنی بچم تو به خانه رو. عمر به سنگ نشین بچین. کسل شدنت ممکن. پسرم میآید پسرم. انا یوسفم میآید. مبارک باشه آیشه خاله. سینی خانه دار شویش رسیده است. ممکن خودش را نکند. تا گلین شدنش را نکنم. همیشه خواهردار شدن میخواستم. من هم که دختر نداشتم ساکنه را به دختری گرفتم. اما با کار و باری خانه عادت کردنش لازم. کرته های خلیل را دردمال کن. برنج را تازه کرده به خلطه ها اندازید. بگاهی باشد آشپزید. بچه من در کجا بازی میکنم؟ رو بازی کن. چقدر به محمد ماننده. محمد هم نیست همین قدر بود. وقتی که دادرت یوسف را کشت عمر وقتش انشاءالله اما کشوری نمیشه. خرگوشم جا خرگوشم چرا تو کاشل شدی؟ عمر بیبی جان اینجا بیا. ببیت قربانی تو باشد. اکنون رو با کسی نشنوانیده به مادرت گوی یوسف تقایت می آید. فهمیدی؟ دو کوکو دوست دیوانا نخسلا. دوست
چی شد اومد؟ چشم پوشک بازی میکنی؟ آتا یوسف تقوی می اومده است. چی ها میگوی عمر؟ بیبی جانم گفتن. یوسف گم شو. بعد اینقدر سالها از کجا تو پیدا شدی یوسف؟ بلا زند تو را، خدا گیرد تو را. عمر جان، وی قاتلی اما کی توست؟ او چه؟ دروغ می؟ دادرت قاتل نیست مگر گپ زن عمر کی بودن یوسف رو داند. مرا گوش کن عمر، یوسف کسی است که جان ما را گرفته است، قاتل است. تو فهمیدی؟ تو مرا فهمیدی؟ بیبی جان؟ چرا میگیری ده اونا فوزیل؟ جیما چی شخص شده ایستاده ای در اینجا ها؟ کمی ما که دلم میکفیده ده دیوان فاضل رو مینگریستم. یا توبه، دیوانه رو چش را مینگری؟ بعضا از با عقلی تو شبه میکنم. شکر و چای نمانده است، رو از دکان گرفته بیا. فاضل گرفته میویم من. زود. چی شد فاضل؟ چی شد؟ آنها کردند دوستان حشمیت او کرد خیلی فاضل آن را آمده ته تا گورش کنیم مالش چه خیل باز میگردد؟ با کدام ره؟ عجب این خیل نکن، قربانت شوم نکن. میخواهد آتش خاموش شده را از نو علنگ زنه؟ محمدم جگرم را کشته است. ولی راست میگویی، مادر هستی، درونت میسوزد، میدانم، نخود نفهمم. اما یوسف هم خیلی خرد بود آن زمان ها. احوال غرق خون بودنی او حالا هم در پیش چشمم است. عمرت هیچ از خاطرم نمی رود. چه کار کردی تو؟ بچه جانم، یاری ده و پیسرکم، خیز پیسرکم. قاتل چرا را کشتی؟ قاتل نفهمیده بنو خواست پروند محمد را. حاکم نیز رها داد یوسف را، لیکن ما یوسف را به دیه نآوردیم.
من سال هاست که حسرت پسرم را میکشم. حضرت خصومت نشود گفته مریم را به تو کلین کردیم. اصلا ما دخترت را گرفته خوبی کردیم. تینجی دیه را ویران نکنیم گفتیم. اما یوسف از آید همش ویران میشه. دانستم. چشمت چی شد؟ زنبور کسی کلین راوت سلیمان تو هول با کار نامده است؟ با حشمت آقا گپ زده با عوض قرصهایش پسرش را میدوده از بقره جونی ها. چه میگوی شوخه؟ این خیلی نمیشود. والله راست حشمت آقا تکلیف کرده است. این آدم را فهمیده نمیتوانند. چه خیلی به این روزی میشوند؟ یگان چاره دیگر دارد مگر اکرم؟ همین است چاره. پدرم ما رو در 10 سالگیم فروخت با خرجونی ها. اکنون پدرم بود. حشمت دستخط قرض دروندم گفت اگرش رو بغض برآورد. من تا حال قرض میکنم. قرض کار کنید. خرا خلیل می آید. کار کنید. کار کنید. کنی باز هم زودتر. امروز درخت بوری نمی روید. بچه ها شما آنها را میده کنید تا شام تمام شود. سخت‌تر جوق سلیمان، سخت‌تر جوق که پایش خوبتر ماند. بخیر شود سلیمان. فایزهای قرضت را تازه کردم. خودی قرضت را باشد آیسته آیسته سراس من نشده میدی اکنون. اما من خیال کردم که همه قرضات تازه میشوند. از کجا برآوردی سلیمان؟ از دست کودکی 12 ساله چی خیری می آید؟ همین خیلی نه علی چنگیز؟ راست؟ انا بین حجت ها رو حاضر من برای اسم دیم. خیر سلیمان دیر نکن. کودکت رو گیر و راست به درخت بری. اکرم بیاید به مکتب نرفتن رو میگویم. گوی گفتن که یوسفکم مرا جنگ نمیکنه که تنها یک روز به مکتب نرفتم. در مکتوب چی نوشتهش رو فهمم گفته قریب کفی. بله و چند بیاید بعد میخونم مکتوب رو. آیشه خاله نیستن؟ خالم سمبوسه ساخته بودن. حاضر میاد الیفاپا. تنور رو نو آتش دادم. گرم شود سمبوسه رو میگذارم. الیفاپا یوسفکم میامده است. بسیار خرسان شدم. یعنی حالا شاد شده که گفتنی بودم. خصوصا آیشه خاله. مایلش خیر من میروم. سمبوسه پزد میارم. هماش 50 لیره. چی؟ 50؟ ها باز وفلیک است. 50 لیره و 60 تنگه میدهی. وفلیک رو هم نمیستی؟ بی پول باید میدادم. فقط از تو خرید میکنم کو. اینش از تو شود؟ البته از من خرید میکنی. در ده یگان دکان دیگر هست مگر؟ اینش هم راست. انا گیر. خیلی نظمون. رحمت.
جیمو جیمو اینجا بیا بین دختری خالت می رود. بله الیف. الیف جیغ زن او رو. جیمو جیغ زن او رو. الیف چی شد جیمو؟ چی میخواستی؟ وای گفتم این رو خونه بر میگفتی. بله اینها را خانه برگفتنی بودم. ما گیر تو به قهوه خانه رو دیر مانده ایستاده ای. الیف دو دقیقه ایستو گپ زدی. من به تو یگون گپی ندارم. شرم ندار با تو دل دارم. رب برو حد ابدیکه. چی خیلکه ای دختر تو به من معقول نیستی. وای کی معقول است؟ من از دیگه از نه گپ میزنم خواستگاه روان میکنم. به من معقول نیستی گفتم کو. بیهوده آواره نشه. معقول هم نباشم میگیرم تو رو. ایستو نکن نبر التماس حیات پسرم رو نسزان. علی را بکار میبرم. نبر سلیمان در اخباری آسان است مگر هم علی میخواند کو التماس علی رو میخوانانیم. السلام علیکم. علیکم سلام سید بابا. خیلی میخواستگیت بر این کرده توانستم. انتظار شدم دیدم که تو نامدی خودم آوردم. او اکنون کار میکند. سلیمان برای فرزندانمان ما جواب کردیم. کاری که فردا پشیمان میشویم نکن. علاجی ندارم مجبورم. سلیمان التجا میکنم. سلیمان التجا میکنم. پسرکم دختر خود را به دست گیر. پسرکم اوکیما آیشه خاله چی شد دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ بیا اینجا بیا. آیشه خاله به مدت 10 سال فروخ سلیمان بچه امان رو به قراجانی ها. فایز قرض ها را تازه کرده از حشمت به عوض علی. قرض قراجانی ها تمام می شود مگر آیشه خاله قرضش رو کی پوشانده است که ما پوشانیم؟ التجا کردم زوره و تولو کردم اما گوش نکرد. خواندنی بود بچه جانم. سلیمان رو سرزنش نکن. بیچاره مجبور شده است. حشمت مجبور کردگیست. میدانی سببی دیوانگی فاضل هم حشمت نیست. قرضهایش را که داده نتوانیست زنش را به یک بای نداد مگر. اوه چی آدمی مردی بود. شما به حضرت خانم گوید حشمت آقا سخنان حضرت خانم را رد نمی کند. من گپ می زدم و یوسف می آید گفته یک روی می کند حضرت خانم. یوسف می آید؟ مبارک شود. بسیار شاد شدم. من هم شاد شدم. شادیم در گلویم ماند. میلش دخترم من می روم. کنی کار کنید اینجا خوراک بی پول نیست. ای تو کنی اینجا بیا زودتر. دستم بسیار میسوزد. غم نزن کار کن از ما شرمه برن. دست شما در نمی کند. چی شد علی؟
با کجا؟ دستم خون شد. چی شد؟ دستم خون شد. کارت را درست میکردی خون نمیشه. دستم مثل دخیره. خوبستی علی؟ مان خودش خیزد. اینجا آغوش مادرش نیست. اکرم کاری خودت را کن. تنبل با جایت گذر. همه از بیکار. او هسته بچم باز نخالتی. او جانوری شیریخور آمد. اما من قند کرمدار میخواهم. ای شیرینی های دکان را تمام کردی آدم چه؟ اما که یوسف دهوان نیومده است. بیبی جانم گوش مکتوب آمده است. محمد اما کبرو کشته است رسمی؟ یوسف می آید. وای خدا جان. حشمت 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 چی شد؟ چی میخواهید؟ حشمت کجاست؟ نیست. چی در دارید به من گویید؟ باز حیات چند کودک را میسوزانید. باز چقدر بیچارگان را عذاب میدهید. شما چی ها میگویید؟ این کودکان به مکتب رفتنشان لازم. این را تو هم میدانی خلیل. بس نیست می سیر نشدید. باز چند نسل را میکشید. شما را چی؟ سال هاست که هیچ نمیفهمید. دهنده رازی گیرنده رازی. شما خوش نشوید. کارتان نباشد. دفع شوید از اینجا. دفع شوید. باز یکان بلا را اثر نکنم. گم شو. عبدی اوچا همه بلا خوب از سرت آید. یوسف بدیه اصلا قدم اوچا کجاست؟ در بالو در حجره شون. اوچا یوسف می آمده است. Parto bosine. Haste. Lasse. Parto. عبدی چیکار میکنی عبدی؟ پایان کن سلو رو. عبدی
پایان کن سیلا رو پایان کن عبدی از سگ رو بپرد بستو عبدی نکن پایان کن عبدی نکن گفتم عبدی اوچه یوسف نباید بدیه بیاید قاتلی دادرم بدیه نباید بگذارد آمده نمیتواند نمی آید به همتون سلام گفته از دستانتون میبوسم اوچه جان یک بار دیگر خانم 11 بار میشود اوچه 11 هم میشود زیادتر هم شکر که پگاه حکم میآید وگرنه سوخته بوده تیاری دیدن لازم نانی گرم میپزم لغمانی پنیری را دوست میداشت 3 روغن کرده پزم تمشک شربت را نی زیاد کردگیست بیسرم باید بخواب بچه روز اول می شود این خیلی از ماندگیش کمش رو سیر نکرد دستانش زخم‌آلود شده است می گذرد از دیه می رفتیم نمیشد بس سرزنشم مکن فاطمه یوسف بدیه آید شیرم حرامتان باد سفسته نگوی زنک قاتل پسرم را به دیه راه نمیدیم تا هستیم یوسف پایش را اینجا نمیگذاره خدا گیرد از کجا برآمد این یوسف ها نامده کیفیت همه را پراند پروا نکن یوسف ما را بیراحت نمی کند به دیه ندر آمده نابود می شود چخیل می شود این داده عبدی عصبانی نشو عصبانی شوی بوی می دهیم مان
درست‌تر فکر کنیم که خطا نکنیم. آسان نیست پدر. یوسف محمد را در پیش چشمان عبدی کشت. من کمتر هوا میگیرم. نصف جانی عایشه مریم. کلین کلین بابای مادر سخنهای پدرت رو نغز گوش کن. بیا دخترم اینجا شین. دخترم مسئله رو میدونی. حاضر به خانه مادرت میروی و میگویی که اگر که یوسف به دیه آید خلیل مرا طلاق میکند. پدر بچم مریم رو برای چی گرفتیم؟ یوسف ناید و بینمون جنگ نشود، همین طور نه؟ مریم رو به این آمیخته نکنید. چی شد خلیل؟ زنت به قدر است یا اینکه دادرت؟ یا میخواهی که قاتل پسرم به دیه آید؟ خدا غمی فرزند را به هیچ کس نشان ندهد. من این را قصد نداشتم. حالا مریم را مانید. بگذار علی چنگیز با عایشه خاله گپ زند. هرچی نباشد زنی اکش است. یوسف را نمیخوایم گفته خوب فهماند. دیدیم که نمیشود. آن وقت به نزدشان رفته 3 طلاق دخترشان را سر میدهند. این هم نشود سلاح را میگیرم یوسف را میکشم. یکم خودم من این پول من است من گیر من پول من رو هم گیر علی تو با مکتب نمیروی؟ من پول من رو گیر اکان کار میکنم. یا رفتیم. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead.
کمی صبر کن حضر. ایستم چی میشود؟ چرا این خیل میکنی؟ حالا هم سببش رو میپرسی؟ یوسف جزایش رو بر زیاد ندید مگر؟ آیشه پسری من از جای رفتگیش بر نمیگردد. بیا خوبی است تو شود. بینمون یک علاقه هست اکنون. پسری تو دامادی من، دختری من کلینی تو. عمر نبیره هر دویمان است. نخود آنها رو نندیشی. خوب گفتی. اقلا به خاطر نبیره و دخترت مادر بودنت رو فراموش نکن و یوسف فهمان که بدیه آمده همه رو ناراحت نکن. گوش کن، دیگر قرض نده. پول رو دیند و مال رو گیرند. خوب بود دادا. با قرضدهی کمش 10% زیاد کار میکردیم. 10% مونی چی میموند؟ اگر با کیسه پولی نقد ندارد ها؟ پس همون روغنی رستنی یک تو میدیه؟ مهلت استعمالش نگذاشته است، نمخیل نه؟ تو چی گفتنی اکرم؟ وای ما پسری داوود از شکل از زهرالود شد، اشمت آقا. برای همین گفتم. در 40 سال یک بار خطا شده است. این هم خطا نشود ده؟ آیسته اکرم بای، خود را کی میشماری؟ در این دیها با قلجانی ها زبان دراز میکردگی هنوز تولد نشده است. تو باید در جای کارت باشی اکرم. تو دیر کار کردم. اینها رو به خونه مونده میروم. حاضر تخت ها را بار میکنند. با جای کارت رو اکرم. از معاشت میبرم دانستمان. میدونم. میبرید. یوسف بعدی هم می اومده است. نه آمده می رود. معلم شده می آید. معلم؟ در این دیه مکتب نیست که وای معلم شود. اوی شکلاهو. بیا منیره، من اینجایم. مونده نباشه، خمیر کردم. گفتم در تنور نان پزم، اما تو کایها حل کردی. تنور تیار، سرم می آید. نانی گرم خورد گفتم. بیا. بچه باغی محمدکرا قایچی زدن لازم. من اونجایم. مایلش بچم، برای کار. دیر نمیکنم، خاطر نشوی. نانهای من برایت از آنی تو رو میبندید. گذر اینجا شید. قراجونی ها خیلی غضبناکن. یوسف میآید. نپرس، نمیدونم چی کنم. من میگویم اون از گپشون نبرد. آیشه خوب. آخر چیکار کنم منیره؟ آنها نمیخواهند گفته با پسرم نبیاگویم. تمام دیه شما رو گپ میزنند. چپ راست آنها رو فهمیده نمیشود و خیر. چیزی نمیشود، نترس. خویش و تباری داریم. به گفته های هزل خانم اهمیت ندی. آرام میشود. یعنی گفتنیم که با اویشه فهمم یوسف نامده بازگردد. تو هیچ پروا نکن حشمید، من با او همش رو میفهمانم. یگان به عقلی نکنه. مایلش پروا نکن. تا دیدن. یوسف بیاید داده، قسم که او را زنده نمیگذارم، او را میکشم. صبر کن بچم، همه کار وقت و ساعت دارد. این چای از من حکمت آقا. بخیر جیمو. امروز امک بچم یوسف اکا میآید. بچه عبدالله یوسفی؟ آنده عبدالله بچهش یوسف. وای نوش جان شود. مبارک باشد رئیس. پسرت گفت که یوسف میآید. میآمده است.
جما لبای دادا گوشهایت را کشا و مرا نغزکه گوش کن. چی شد دادا؟ باز چیکار کردم؟ به سخنهایم دقت کن. شین یوسف میاد گفته قریب که کرنه سرنه نوازی. والله نفهمیدم دادا. یوسف اکام میاد گفته شادی کردم، این چی بدی دارد؟ تو مرا پیش از مرگم میکشی. یوسف امک بچت پسری اکای من میشود، لیکن پسری قرجانی ها را کشت. یوسف قاتل است. از یاد نبرار. مریم چرا مریم گفته داد میزنم جواب نمیدهی؟ نشنیدم. در خانه چه میشینی بیکار خوجه؟ لباسهای خلیل رو در زمان میکردم. چه دونه چیز رو بود نکردی؟ از عهدهش نمیبرایی. گیر از سر در زمان کن. اپا ازیق نشوید، من میکنم. شما شینید. میترسم ساکنه. یوسف باید تماما به من دشمن نشود. خیر نغز ماند ایشا. همین که پخت میفرستم. مانده های کار آیشه انگه رحمت حشمت روان کرد. میگوید که یوسف به دهن آمده عاقب گردد. حشمت خودش نآمد و تو را سفیر روان کرد. من گویم درست‌تر می شود. هرچی نباشد ینگه هم هستی. به شما ضرر نرسد میخواهم. خیر پیشگری داریم. همین خیلنی علی چنگیز، مراد جیانت، یاووز جیانت، یوسف جیانت. البته تو نمیخواهی که ضرر رسد. نمیخواهم البته. این خیل باشد چرا به حشمت نگفتی؟ چرا یوسف جزایش را کشید؟ به ده آمدن حق دارد نمیگویی؟ همین است خویشاوندی؟ همین است کودادریت علی چنگیز؟ شما مرا دشمن خود نشمارید، لیکن من طرفدارتانم. طرفی قرجانی ها را گرفته گپ میزنی. همین خیل طرفداری میکنی. نخندان مرا علی چنگیز، نخندان. یوسف بیاید قیامت می شود. نه حشمت نه قره خلیل او را در ده راحت نمیگذارند. علیم، واحد، لیدت، جمع کنید این چیزها را به جنگل روید. درختهای بریدتان را تازه کنید. کنید زودتر. بچه ها را به جنگل میفرستید؟ حشمت آقا، در جنگل درخت بروی است. کودکان نروند. تو کار خودت را کن اکرم. در خانه انتظار اینا نباشند میدانستم چیکار کنم. مانده های کار سید بابا. رحمت آیشه خانم، شنیدم که پسرت می آید. مبارک باشد. شکری خدا می آید. حتی معلم شده می آید. ماشاءالله. چی گویم؟ انشالله بخیر باد. انشالله. صندوق یوسف را می کشایم. گفتم که کلید شکست. زحمت نشود یک می دیدید. البته چی زحمت. درخت میافتد. گورزش. خستر گورزش. زودتر.
کانی زودتر. او یک طرفی سه درخت میخواد. یک طرف سه سر. یک طرف نیست. در کجا؟ رفتیم. کنی رفتیم. شاخچه هایش رو برید. تستر. آرام شو. پسرم. تمام. علی. یک طرفی سه. تمام پسرم. کشید شاخچه را کشید. یک طرفی شاخ رو. بسیار زخم دیده است. دکتر رفتنش لازم. با فکر تو احتیاج ندارم اکرم. کاری کرده پسرت را دیدی سلیمان؟ قرض‌هایت چی میشود نکنون؟ با بالای کودک درخت افتیده است. حشمت تو باشی. تمام میگذرد. با این گپ زن که بسیار زبانش دراز شده است. یا جیم شود یا از اینجا گم شود. مایلش دارم. چی شدید؟ بردارید دو را. بریدش. مایلش سلیمان. خیر بیا کودکت رو به جیب شنانیم. شما رو تا خانه اتون برم. مزدتون رو هم نمیگیرم. خدا راضی باشد. چشمت راحتی دخترم چیزی شده است به تو؟ اینی خاله جان همین خیلی به بیرون می نگریستم. امروز از چی باشد به بیرون نگاه میکنی؟ ندانم. اما من میدانم. میدانی؟ کمی پیشتر عبدی آمده بود. میجنگی عبدی می؟ بسیار بچه خوب به شهر میرفته است. یگان احتیاج دارید گفته آمده بود. نمیخواهم. یگان چیزش رو نمیخواهم. شرم نکن دخترم. رحمتی مادرت همیشه دعاگوی بخت تو بود. خداوند بخت سفید دهد. من اینها رو برم. تمام پسرم. آرام است پسرم. بله. نجوم بجم. سلیمان دیدی چی کار کردی؟ پسرم رو به چی حال آوردی؟ رو یگان چیزی تازه بیار خونش را تازه کنم. بسیار بد می نماید سلیمان. خونه نمی شود. باید دکتر بریم. چل با کدام پول؟ دکتر پول میگوید. دارو پول میستد. اگر به پسرم یگون چیز شود تو رو اصلا نمی باشد. نگفتم یوسف به دهن نمی آید. با آیشه خانم جدیتی مسئله خود فهمانده نتوانستی علی چنگیز. اما من میدانم با او چی گویم. من از این کرسی که خلاص شوم آیشه خاله. غیر از شما دردم رو به کسی گفته نمیتوانم. به زوری زیباگی نمی شود کو. خالم نیز مرا به عبدی میجینگ دادنی. از قرجانی ها بهترش رو نمیابی میگوید.
ба ман пулу мол лозим нест ку. медонам зебо духтарам, медонаму. ба ман нигоҳ кун Ойша хонум, нигоҳ кун. оҳиста ҳашмед, оғилхона дар омада истодаӣ? бо Али Ченгиз хабар равон карда будам, аммо ту гӯш карда нахостӣ. албатта, юсуф ба деҳа наояд гуфтаӣ. ин гапест ки ман гӯш кунам мада? худат медонию гӯш кунӣ хуб мешуд. юсуф пояшро ба ин деҳа гузорад, барояш ба хайр намешавад, донистамон. ҳашмед, мо кудогӣ дорем. умар набераи ҳардуямон аст. юсуф маҳмадро надониста паронд, кӯдак буд ҳоло. биё, оли ҳиммат бош. гумшав. Oyşa xola, Oyşa xola, Oyşa xola, Oyşa xola xizet, Oyşa xola خوب هستی؟ Oyşa xola xizet iltimos. Oyşa xola. اوچا Oyşa xola. اوچا چی شد؟ اوچا حشمت Oyşa xola, Oyşa xola. حشمت آقا میخشمت صبر ساک میخشمت هیچگاه با بیرون هوا گرفتن برآمد. دختر کلیساندار رو در این ساعت با بیرون میمانند می؟ می‌آید کمتر پس. در این دیه به کجا هم می‌رود؟ خانه اویشاینگرتان رفتگیست. پیگویی ما هم با مبارک بادی می‌رویم. از این پس به خانه اویشه رفت و آمد بس. چی شد؟ امروز مرا از پیش کردن بدتر کردی. خرجانی ها میخواهند یوسف به دهه نآید. ناحق هم نیستند البته. من با عایشه گفتم که یوسف به دهه ندار آمده عاقب گردد. نخود؟ من با آنها خوبی میخواهم. آنها مرا دشمن میشمارند. ایمان اینها را رفت و بیو نمیکنیم تمام. الیف بیاید میگویم که او نیز دیگر نرود. از پشت آنها به خرجانی ها دشمن شدن نمیخواهم. عبدی الیف را میخواهد. عبدی الیف توی شوندگر. آنگاه دولت مانا اشتور نمیبردارد شکریه. انشالله کجایند اون روزها. بیا مردک یک تاگی شربت نوشیم. بیار نوشیم. شکریه. شکریه. باز همین خیلی سوز دارم. بیا شین. بیا شین. راست نیست. شکریه. نقص شدی؟ گذشت.
oyisha xola bextar shuding man barayotdan ob yuraman برین را دادا من هم با شما مرغابیزنی میروم. امروز نمیشود. دفعه دیگر وعده میدم. بچم بین من هم نمیرم. کنی پیش باید بیا. شکر من کردن. با کسی نبیاد که ما با شکر رفتیم. گویید که به شهر برای بار رفتند. اما کت رو شنیدی؟ همین خیلی اومد. شنیدم. چی بود است؟ در شکار بودنتون رو نمیگویم. برای بار به شهر رفتن میگویم. آفرین به تو. برین وقت به شکر نمیبرم ادیت کن. شکاری مرغابی گفتم. از شوهرت ثابت میپرسی؟ در این ساعت به شکر نمیبرم آدم کوخری. و آمد کند بی خلیل برور گرد گفتنی بودم. آمد کند آمد. دیده ایستادم. ما زخمدار میشدیم. مادرم خمیری گرم میماندن. نغز میشود میگوی؟ دادا پوچم سخت درد میکند. فاطمه خمیر را بیار. درد پردن نمیموند. صبر کن بچه جون روزی میاره. نه درد میکند. تمام درد میکند. میگذرد. با دقت باش. صبر کن. آرانه. بهتر شده دایش خلا همین طرفنی؟ خدا راضی باشد با یوسفم تو بر این یک هیلین. چی شد دایش خلا؟ گویا با این جویم با کرد زدند. بچم مراد بچه جان. چی شد؟ مراد Dolu dizgin akan sular durulacak bekle de gör bekle de gör arşı duran fırtınalar